جوانان در نزد اینوی کمیسیون عموم جمع آمدیم و طلب داریم از سازمان‌های حقوق بشر و سازمان‌های بین الملل و دیگر سازمان‌ها که با تاجیکستان نظر جدی کنند تا اینکه در کشور ما در تاجیکستان حقوق بشر پایمال شده است. به طوری برای جمهور پیام داریم که در حالتی که شما اگر حقوق مردم را پایمال نکنید، حقوق مردم را بالا بردارید و همه و خواسته های مردم برسید، شرایط زندگیشون را مهیا کنید، البته مردم خطه و فرزند دستگیری میکنند و اگر نه، اگر چنین رفتن بگیری روز می شود که از بجای این 25 نفر 250 300 هزار یا 3 میلیون نفر خیزد کمبودیای خود که 24 سال نتوانستی از عهده کار نبرآمدی، همچون یک پرزیدنت خست اعلام کرده که پیشوای ملت و میخواهی که 24 سال دیگر با همین پیشوای ملت گفته نه وظیفه را گرفته، نه این چیز را گرفته، میخواهی مردم را فریب کنی که اولی وقت هست میشود نه این 1 سال یا 2 سال یا 5 سال شده است، میخواهی مردم را باز گمراه کنی 24 سال دیگر. ولی مردم تاجیک دیگر دارن زنده میشوند، مردم تاجیک دیگر دارن بیدار میشوند، چون در روزهای اول میگفتن که کشور از جنگ زده است. بعد از جنگ است یک شخص رحمانوف یک شخصی است که ملت دوست است، وطن دوست است. این نه آمده است، بودجه دولت نول بود، همه را آهسته آهسته میشود فرصت دادن در کار. مردم همین چیزا میگفتن، ولی 24 سال زیاد چی دیگه وقتی فرصت هم گذشته است، همه این فرصت داشتی حکومت کنی ولی از دست دادی. فرصت داشتی مردم تاجیک از سر بلند کنی ولی نتوانستی. برای همین بگذار وطن دیگر کس یک شخصی میتوانستگی بگیرد دولت پیش برد، کشور از همین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و دیگر آزادی 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 با محبوسان سیاسی. Freedom for Tajikistan. Garish the ask Rahmanov, who killed him? Who killed Umaradi Kuato? Boycott Rahmanov. No for Iran. Yes, for the civil modern state. Rahmanov, don't let the people believe in Tajikistan. Free Tajikistan. Free Tajikistan. Freedom for Tajikistan political prisoners. Zindani ha سوزشواری دیگرگونی می باشند. گماو رحمانو بهترین های ما در زندانند، خائنان ما در آزادی هستند. هیچ کشور را آزاد گفته نمی شود تا آن دمی که آزادخواهانش در زندان و دزدانش در آزادی می باشند. از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد جهانی علمای اسلام، سازمان همکاری اسلامی و همچنین از سازمان‌های حقوق بشر مانند عفو بین الملل، خانه آزادی، دیدبان حقوق بشر، گروه بحران بین المللی، کمیته هلسینکی نروژیا و غیره خواهانیم که حکومت جمهوری تاجیکستان را به انجام نکات زیرین وادار کنند. اولا و فشار و تعقیب علیه فعالان سیاسی چی در داخل و چی در خارج کشور و همچنان بستگان و خویشاوندان ایشان در داخل کشور پایان دهند. دوم، تمام محبوسان و بازداشت شدگان سیاسی که به جرم به حبس گرفته شدند و یا ظالمانه پس درهای بسته محکوم به زندان شدند آزاد کرده شوند. سوم، حقوق همه شهروندان تاجیکستان صرف نظر از زبان، مذهب، جنس، بینش های سیاسی، منطقه و غیره رعایت شوند و از نقض بیشتر حقوق انسان دست بکشند. چهارم، در مسئله آزادی های مردم در مورد انتخاب شکل ظاهری و عبادت ایشان، نوعه لباس پوشی و غیره دخالت نکنند و مردم را در انتخابشان آزاد گذارند. پنجم، علیه مسئولین ارشد کشور تحریم های از جمله در مسئله محرومیت از روادید، محکوم کردنی
صورت حساب‌های بانکی ایشان در خارج و دیگر محدودیت‌های مالی political problems. Moreover, after banning the Islamic Revival Party of Tajikistan and arresting tens of its high-ranking members and their liars, and also killing the leader of Group 24, Mr. Umar Ali Kouatou, and the first, and all kinds of pressures and persecutions of all political activists inside and outside the country and their family members inside the country. Free all political prisoners and the dynasts who were arrested on false and fabricated charges which links to their political activities. Number 3, ensure inclusion, freedom and respect to all citizens regardless of gender, religion, political views, regions. Number 4, not to interfere in people's feels and choosing their appearance, their form of worship, their clothes. Number 5, impose sanction of Tajik top high-level official, including visa ban, freezing bank accounts, and financial. در نزد سازمان اتحادیه اروپا در شهر وین استریا حضور پیدا کردیم و پیغام بله این بود که دیگر اتحادیه اروپا من بعد باید موقف خود را آشکار کند، یا اینکه با مردم تاجیک هست یا اینکه با رژیم های خودکامه هستند. امروز وقتی آن رسیده است. امروز الکی رحمانوف نه تنها برای تاجیکستان، برای ملت تاجیک یک خطر شده است، بلکه برای تمام دنیا، برای منطقه. رحمانوف کسی هسته که فقط که تنها برای خود فکر کرده است، برای کسی دیگر نه. بله، وقتی میگویند که تاجیکستان رو آباد کرد، کجاش رو آباد کرد؟ تنها خانه خودش رو آباد کرد. میگن تاجیکستان در سری آورد، بله، در کجاش؟ فقط برای خودش سری آورد، برای اولادش. امروز قانون پیشوای ملتی که همه را نگران کننده، این واقعا هم یک چیز نگران کننده است که تاجیکستان به سمت یک کشور پادشاهی دارد میرود. این حق برای او کی داده است؟ مردم که این حق به او نداده است. بله، رفراندوم مونده است. او رفراندوم به حقیقت و واقعیت ندارد. مثل انتخابات های گذشته. اصل قضیه هم همین است که تا بکی فریب، تا بکی تقلب کاری، تا بکی مردم فریب کردن. 2 میلیون مهاجر در روسیه هستند. از این قانونی که تو مثلا که امروز دنبالش هستی بهتر نیست که در فکر برگرداندن اونها باشید، در فکر جاهای کاری در کشور باشید. یا پرابلم سویتی که امروز ما در تاجیکستان داریم، پولی که مثلا از مردم جمع شده است، امروز کسی هست آماده که جواب بده اون مبلغ ها در کجا هستند؟ واقعا هم این یک درد ملت. ما جوان ها میخواهیم از این مصیبتی که در پیش است پیشگیری کنیم. رحمانوف تاجیکستان به یک ورطه نابودی دارد میبرد. سیاست های غلط، سیاست های نادرست. پس هر تاجیکی وطن دوست امروز بی‌طرف شده نمیتونه. امروز برای تاجیکستان شده، برای وطن شده. ما آماده هستیم در هر یک سازمان بین المللی، در هر یک کشورها، در علل خصوص کشورهایی که در صلح تاجیکستان سهم داشتن، اونها وظیفه‌دار هستند، کسانی که واقعا هم زحمت کشیده بودند. اما امروز رحمانوف به کجا میرود؟ کجا شد صلح تاجیکان؟
کسی هست این سوال ها را جواب بده؟ این پلاکتی که در پشت ما میبینیم سوال طبیعی است که کی هستند اینها بهترین نخبگان تاجیک هستند، بهترین شخصیت های هستند که اینا امروز در پس زندان هستند. برای چی؟ برای خودخواهی رحمانوف، برای شخصیت پرستی رحمانوف، برای اینا کسایی بودند که برادر مقصود ابراهیموف رئیس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که نامردان اول کارچه زدن به ایشان، نمرد، بعداً با راه‌های غیر قانونی او را دزدیده. امروز در پس پنجره به 17 سال روانه زندانش کردیم. آیا این مردانگی است؟ تا بکی پیش مردم میگیری؟ تا بکی اصلا فکر میکنی که سری قدرت میمونی؟ این همه برای چی؟ برای کرسی؟ احسان آدینایف یکی از جوانان مبارز، شجاع، ناترس امروز در بین ما نیست. این را دزدیده، این را ربوده، این را نابود کرده. برای چی؟ برای فکری آزاد داشت، برای که گپی حق میزد. این است حکومت رحمانوف، این است راه پیش گرفته شما. این ادوکات شهرت قدرتوف در تاجیکستان یگانه کشوری در دنیا که ادوکات احتیاج به ادوکات دارد، اون ادوکاتش احتیاج به ادوکات دیگر دارد. همین خیل پسی هم ادوکات ها زندانی شدند. این یک سپکتاکل است، شرمنده کرده همه را در دنیا. نه ژورنالیست ماند، نه ادوکات ماند، نه یک انسان بیزنسمن ماند. چی میخواهید شما از مردم تاجیک؟ چی میخواهید بگویید؟ برید، تاجیکستان از ما است. کی تاجیکستان را به شما گذاشته است؟ کی حق داده است؟ در کجا نوشته است که برای تاجیکستان تنها برای آلی رحمانوف است، برای فرزندان رحمانوف است؟ این هم ادوکات است. شرم هم میآید به خدا قسم. نیمی پلاکت ادوکات است. محبوسان سیاسی آزادی، محبوسان سیاسی آزادی، محبوسان سیاسی شکنجه، بس رنج، بس ظلم، بس غلامی، بس حکومت